و یکی از مهمترین پرسش هایی که در جامعه ما، جامعه که مدعی دینی بودن و اسلامیت، اینه که what is religion، دین چیه؟ این سوال کاملا در جامعه ما مخفول باقی مونده. what is the Islamness of Islam، اسلامیت اسلام به چیه؟ ما هی راجع به حکومت اسلامی، علم اسلامی، دین نمیدونم مدیریت اسلامی، علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم. راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ به ذرس قاطع میگم ما در یک بر اساس دوکسا حرکت میکنیم، نه بر اساس یک اپیستمه. ما معرفت روشنی نداریم. ما خیلی وقتا از دین صحبت میکنیم، مثلا میگیم جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، فقه اسلامی، فلسفه اسلامی، مدیریت اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، تاریخ اسلام. در یک محدوده بسیار وسیع ما کلمه اسلام و دین رو به کار میبریم، اما کمتر به این اندیشیدیم که ما در خصوص چه چیزی داریم صحبت میکنیم. من چند تا باز مقوله رو میگم که چطور دین با نادین به اصطلاح پیوند خورده. یعنی آنچه که دین نیست خودش رو به شکل دین نشون میده و وقتی ما از نسبت دین و عقلانیت صحبت میکنیم روشن نیست ما راجع به کدوم مفهوم داریم صحبت میکنیم، لذا بحث گره میخوره، لذا بحث در افق روشنی حرکت نمیکنه. اجازه بدید چند تا مفهوم رو بیان بکنم. گاهی وقتا ما میگیم دین اما مرادمون فرهنگه، کالچر. مرادم از کالچر در واقع مجموعه میراثی است که از گذشتگان ما، میراث معنوی است که از گذشتگان به ما به ارث رسیده. کالچر، فرهنگ، بخشی از فکتیسیتی ما، بخشی از مجعولیت ماست بچه‌ها. یعنی اموری در این جهان وجود دارن که ما انتخاب نکردیم و اینا بخشی از امکانات ماست. یعنی ما در این امکانات نهاده شدیم، جعل شدیم. مجعولیت ترجمه کلمه فکتیسیتی یا فکچوالیتیه. این کلمات تو زبان انگلیسی وجود نداره، زبانی است که در زبان تخصصی فلسفه وجود داره، نه در دیکشنری معمولی. فکت داریم، فکچوالیتی یا فکتیسیتی نداریم. مراد از مجعولیت یعنی اموری وجود داره که نهاده شدن. شما رنگ چشماتون رو خودتون انتخاب نکردید، رنگ چشمان شما بخش از فکتیسیتی شماست. رنگ پوستتون رو انتخاب نکردید، کشورتون رو انتخاب نکردید به این معنی که در کجا متولد بشید. اینکه شما در یک طبقه محروم به دنیا آمدید یا در یک طبقه ثروتمند یا در طبقه کشاورز یا در طبقه سرمایه‌دار، این رو شما تعیین نکردید. اینکه شما در ایران به دنیا آمدید، نه در فرانسه یا در آمریکا، شما تعیین نکردید. اینکه سفید پوستید نه سرخ پوست یا سیاه‌پوست، شما تعیین نکردید. و میدونید هر کدوم از این عناصر مسیری از زندگی شما رو تعیین میکنه. یعنی اگه شما در آفریقا به دنیا آمدید یه هویت دیگری داشتید. خیلی ساده است، خیلی ساده است. گاهی وقتا ما میگیم دین نیست که فرهنگه. اینکه شما مسلمان به دنیا آمدید اصلا دین نیست. مسلمان بودن شما به همون اندازه هست، یعنی هیچ فرقی نمیکنه بین اسلام یک مسلمان به اعتبار فرهنگ، با یهودی بودن یک یهودی، با مسیحی بودن یک مسیحی، با بودایی بودن یک بودا. بخش از مجعولیت منه. این که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم، در گوش منم اذان گفتن، این که دین نشد. این مگه دینه؟ اگر کسی بگه نه دین من برتر است، مثل اونه که کسی بگه آی رنگ سفید برتر است، نژاد پرستی، راسisme و حماقته. هیچ ارزشی وجود نداره. ارزش اگر وجود داره باید در جای دیگری جستجو بشه. جایی که خودآگاهی نباشه و جایی که فرد خودش آزادانه امری رو انتخاب نکرده باشه، ارزشی به اصطلاح متحقق نمیشه. خب من خیلی سریع دارم بحث میکنم. گاهی وقتا میگیم دین، مراد اون یک سیستم نظریه. یعنی میایم یک سیستم نظری شکل میدیم. یعنی فرض کنید اسپینوزا یک سیستم فلسفی داره، یک سیستم فلسفی دیگه اسپینوزا درست کرده. ارسطو یک سیستم فلسفی درست کرده، هگل یک سیستم فلسفی درست کرده، دکارت یک سیستم فلسفی درست کرده. حالا گاه در طول تاریخ بعد از هر پیامبری که یک ایمانی ظهور پیدا میکنه، یه عده دانشمند پیدا میشن، پاره اصول اعتقادی رو به صورت یک مدرسه و مکتب در میارن. واصل ابن عطا معتزله رو شکل میده، ابوالحسن اشعری اعتقادات به اصطلاح اشاعره رو شکل میده،
ابن عربی یه سیستم میسازه تحت عنوان عرفان نظری، شیخ مفید یک سیستم، اون یکی یه سیستم، غزالی یک سیستم. گاه ما میگیم دین یک نظام تئولوژیکه، یک سیستم نظریه که میگه اصول دین چند تاست، اصول مذهب چند تاست، یک امر بشری است، یک امری است که در طول تاریخ شکل گرفته. گاه میگیم دین، اما دین مرادمون یک ابژه است، یک موضوع برای پژوهشه. یعنی یه چیزی رو بنده متخصص تاریخم، تاریخ کجا؟ تاریخ اروپا، تاریخ دوره روم باستان، تاریخ آمریکا، تاریخ قرون وسطا، تاریخ اسلام. این که من اسلام رو به عنوان یک موضوع مطالعه قرار بدم اصلا به این معنا نیست که من مسلمانم. گلدزیهر یهودی اطلاعات زیادی راجع به اسلام داره که مراجع تقلید ما ندارن. آیا گلدزیهر مسلمان است؟ به هیچ وجه. پتروشفسکی نویسنده کتاب اسلام در ایران، پتروشفسکی نویسنده اسلام در ایران کتاب بزرگی راجع به تاریخ اسلام نوشته، اطلاعاتی رو میده که من مسلمان ندارم، خیلی از دانشمندان ما هم ندارن، عمری رو گذاشتن تحقیق کردن. اما به این معنا نیست که پتروشفسکی مسلمانه. ماری شیمل فرانسوی، خانم ماری شیمل که حق بزرگی به گردن فرهنگ ما داره، بگیم که مثلا اون مسلمان است. گاهی وقتا شما حقوق دانید، گاهی وقتا شما حقوق دانید. خب آقا تخصص حقوق شما چیه؟ حقوق جزا، حقوق نمیدونم تجارت، حقوق بین الملل، یا نه من نظام سیستم حقوق فرانسه رو خوندم، من متخصص حقوق آمریکا هستم، من متخصص حقوق مثلا فرض کنید که اروپای شرقی هستم، من متخصص حقوق اسلام هستم. یک نظام حقوقی خوندی، هیچ رابطه ضروری وجود نداره، هیچ رابطه ضروری وجود نداره که کسی متخصص در اون رشته باشه و نتیجتاً به اصطلاح ببینید مقولات گاهی وقتا خلط میشه. من مثال بزنم، گاهی وقتا شما عاشق میشید، یعنی احوالاتی در وجود شما شکل میگیره، بیخواب میشید، مضطرب میشید، نگاهی به زندگی شما معنا میده، قهر او زندگی شما رو متلاطم میکنه. گاه شما دانشجوی روانشناسی هستید، در مورد عشق رساله مینویسید، میرید کتابخونه تحقیق میکنید. اینکه کسی در مورد عشق رساله مینویسه ضرورتا به مفهوم این نیست که دل عاشقی داره. غیر از اینه، گاهی وقتا ما میگیم دین مرادمون یه ابژه است. کسی که متخصص فلسفه اسلامی است به این معنا نیست که این حتما مسلمان باشه. نمیگم ضرورتا نیست، رابطه ضروری وجود نداره. من میتونم فقیه باشم بیان که مسلمان باشم. هیچ رابطه ضروری بین فقه اسلامی دانستن و مسلمان بودن نیست. هیچ ضرورتی بین حافظ قرآن بودن و اهل قرآن بودن نیست. این روایت ما هست که رب طال القرآن و قرآن یلونه. من حافظ قرآن باشم، از اول تا آخر آیات یکی در میون، چپ راست، راست چپ، دنده جلو دنده عقب، هیچ دلیل نداره که من حتما با قرآن. این ربطی به دین نداره. یه ادا اطواره، یک حافظه است. شما میتونید شکسپیر حفظ بکنی، میتونید مثنوی حفظ کنی، رفته آیات قرآن حفظ کردی. گاه وقتا میگیم دین مراد اون یک سیستم اخلاقیه. بعد از کانت چنین شد، گفت جوهره دین اخلاقه، فقط اخلاقه. اینو خیلی از مردم هم امروزه تحت تاثیر هستن، میگن آقا دین یعنی چی؟ دین یعنی که راست بگی، حقوق مردم رو نخوری. آقا من راست میگم، دروغ میگم، نمازم نمیخونم، من دین دارم دیگه. ها، این یعنی تلقی رو نگاه کنید. گاهی وقتا دین میگیم منظور اون یک زیست اخلاقیه. نمیخوام بگم بین زیست اخلاقی و دین ارتباط وجود نداره. میخوام بگم که ضرورتا دین رو نمیشه در یک به اصطلاح صرفاً در امر اخلاقی محدود کرد. بس گاهی وقتا ما دین میگیم مرادمون فرهنگه، گاه تئولوژیه، گاه ابژه است. گاه دین رو به منزله اخلاق میفهمیم. یکی از چیزهایی که در روزگار ما هست، دین به منزله ایدئولوژیه. ایدئولوژی عبارت است از یک برنامه سیاسی اجتماعی. ایدئولوژی یک مفهوم مدرنه بچه‌ها. روزگاران گذشته ایدئولوژی نداشتیم. در دوره جدید ایدئولوژی شکل گرفت. ایدئولوژی یعنی برنامه، اندیشه به مثابه راهنمای عمل. شما می‌خواید یک تحول سیاسی اجتماعی ایجاد کنید، نیاز به برنامه دارید، ایدئولوژی می‌سازید، مثل مارکسیسم. گاه شما می‌خواید حکومت تشکیل بدید، نیاز به ایدئولوژی دارید. می‌خواید از حکومتی دفاع کنید، نیاز به ایدئولوژی دارید. گاهی وقتا ما میگیم دین، اما مراد اون ایدئولوژیه، هیچ ربطی با دین نداره.
هیچ ربطی به دین نداره. و ایدئولوژی در واقع گوساله سامری زمان ماست که میگیم پژواک این گوساله پژواک خداست، ندای بشری است. من جنگ میخوام میگم دین خواست، من صلح میکنم میگم دین خواست. برنامه سیاسی اجتماعی من اشکالی هم نداره، اما این ربطی به دین نداره. در واقع دین اینجا جاستیفیکیشن میشه. خب اما گاه دین میگیم یک معنای اونتولوژیک داره، یک معنای وجودی داره. دین در معنای اونتولوژیک یعنی یک نحوه تحقق هستی انسانی. دین عبارت است از ظهور امر قدسی بر احساس، اندیشه، کنش و رفتار آدمی. حالا خود این بحثه که آیا چنین تجلی و ظهوری امکان پذیر است یا نه، راجع به این بحث خواهم کرد. حالا وقتی ما از نسبت دین با عقلانیت صحبت میکنیم، مرادمون از نسبت میان فرهنگ و عقلانیت است؟ مرادمون از نسبت دین و عقلانیت، مرادمون نسبت نظام‌های نظری تئولوژیک ساخته بشر با عقلانیت است؟ مرادمون نسبت یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی با عقلانیت است؟ نیازمون، سوالمون پرسش از نسبت یک ابژه به نام دین یا اسلام. مثلا شما روانشناسی دین میخونید، اونجا که دیندار نیستید، فلسفه دین میخونید، اونجا که دیندار نیستید، تاریخ دین میخونید، دیندار نیستید، اونجا دین رو کرده یک موضوع مطالعه. یا از وقت نسبت دین و عقلانیت صحبت میکنیم، مرادمون نسبت دین به منزله یک ابژه با عقلانیت است. همه اینا متفاوته، یعنی سوال ببینید چند وجه پیدا میکنه.